تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ میخالی خوردیشه؟ ها؟ وای چه گوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه نه؟ ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فازی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبین الدرش کرده خورده کم قطی شبین خورده؟ ها اینه بین چه کرده خچه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده کم قطی شبین خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن 1 کار کی سیمین نخرا ایوا ای پول نرفته سرفراتیم از دسته تو ما بانکراتیم میلیون دلار جان داشته باشم بابی جان بابی؟ ای بابی بله چی خیلی چشماتی تا پوشیده چشمم خودش محکم شید وزه میگم که همین ما چی خیلی کنم که پولدار شام ملیانیر شام تو من رو پرسید وزی با دپش میشکنیز کی رو پرسم دیگه من که میدانستم خودم پولدار میشیدم واه چخیر نمیدونی خیلی اوژه میدونم میدونی نه که بفایده دیگه نمیشه پیر شیدم بچم دیگه نمیشه خط نمیشه خیلی ما تو بگو ما یو ملیانیر شام اخی تم کلان شدی اگه میگردی ایدمی پول زن بگی زندگی تو آورد که زن؟ حیاتو پیش ببر نه ما همین پول ناز ببینم پول ناز ببینم بعد کی زن میگیری کی خانه دار میشه بچه ما پول ناز ببینم اخی برو همون شایر گفته کو در کدامین قطعی روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگر میشوم ما گندم درو میکنیم کو این شاعر گفته که در کدامین قطعی روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگر میشوم پول درو کنم بگیرم میگم ایزنا چی دارم شویرم پول نداشته همون نداشته ایدام خیلی گفته یه وقت خلق کرده پول میکورن پول که میکوریدن همین دهقانا پولدار میشیدن نمیشه؟ نه کوریده نمیشه پول 1 راه داره چی راه داره؟ 1 راه قطعی پولدار میشی خیلی بگو اخی؟ مهنت زحمت صبر و طاقت با کار یا رگجو میخری این چیاره که میفروختن همه میگریفت یارو نمیفروشن یارو خریدم نمیتونی یارو فقط اجرا میکنی مهنت زحمت صبر طاقت چی الان برابر پول الان خیلی بچم خیلی چیکار کنم اخی زن بگی تمام زندگی کرده بگن زن؟ نه من زن نمیگیرم همون دخترکای شکونم کو همون دخترکای شکونم شورونه پله دوست میدارم پله خیلی ختم بچه که زنگیر راست شو بگونه که پله دوست میداری یا زنه پله دوست میدارم ما پله دوست میدارم زنه نه چواکو پله دوست میداری خیلی پول کار کردی منو میلیونر شدی بچی بزن حیات نشیده با این میلیونر شدی و بزن همین حیات های با چیگاه بشه که
آخی ها ما وقتی میلیونر شدیم پولدار شدیم کو خب همه دخترکای پولدوزدار کو ها خودشان ما رو کفته میابن من تره به عقل میگفتم و این ایمه رو به عقل کو ای شکری اینه بیا بچه جون اینه بیا رسیدیم بیا زفر جان بیا این خونه ماندم رسیدیم بیا دروازه من محکم که بچم میگم موسفید چی داشت موسفید میگم چه خیلی کردیم که خمون ای خونه ما راکی کردیم این زفر جان ای خودی مسکوه رفتیم که پیش ای خمون رسیده یه ماخی این نکی موسفید میگم که با بهانه امی زفر جان دوشنبه رم تماشا کردیم ایت خوشرو کردین موسفید ایت آوادی کردین ها ایرپورت دیده موسفید این سوید توشو بگیریون این سمالیاتا رو بی ایس آمدیسه موسفید ایوس آمدیسه ای موسفید ایس رفتن طرفی او گردشی چی قدی رفتیم گود طرفی گردشی گایی قدی رفتیم ای تو موسفید چاینیکا رو دیدی در اوجا هر یک چاینیک ساختین ای خونه خود مانده کلان ای موسفید اوهی چی شروع کردین هم موسفید همون چاینیک دیدم کو ما که دستم در کرد چاینیک دیدم یک گفتم که کامپیر جان و یک بارک مده این همه خیلی چاینیک دو چای دم که ای چای به حضور سرشم این موسفید با پیولوغاش هم چینی خود چای چاینیکیه ای روستیه میگم نکی یک چی آوادی کردین ها بله ای خدا ای رو آواد تر کنه ای خنداشونو زنن خدا برکاتیشونه کامپیر جان هوش خیال تا همون منظره های دوشنبه برده تو ای هم از خانه های بلند اهمیت دادی موسفید دیدم همین خیلی امی پایانش نگاه کردم که بالاش نمیتاو که در کجایه سلام غلطی ده الان تقبیدم بعد تماشا کردم با همین تنه های دام که همین سوید مادین گیریون کردین موسفیده چی تو خوشرو کردین ها اینه دیدی این مدنیت نوعی آخی بچه الان بچه رو فراموش کردنی زفر جان این آوادی ها همین قدر چشم ما رو برد که ما عیادمون برانده بچه من نوی مسکوه آمده خدمات مبارک این همون خانه و درمان همون باغ و راغ نکی حولی ها ما سیمین کردیم بچه تو همین پول روی کردی که ما بهوده صرف نکردیم بچه حولی ها هم ما رو سیمین کردیم که دیگه لای نشوه وجود هم یه صفحه سیمینتی کردیم که بشینیم محصولی مهنتی خطای بچم این دروازه من هم ایسری نو کردیم بچم کرسته کردیم تا همین چند میرای کردی که ما همین چند کمی زور ما رسید همین آواد کرده اومده سیم اینه که زفر جان بچه خیلی شد که ما ای خونه راکی کردیم و تو ای اوج راکی کردی تو ای خودی مسکوه پیش ای ما رسیدی هم خیلی چه خیلی آمدی 4 ساعت ولی ای مسکوه مسکو 4 ساعت آمدم با چه میگن موسفید که ای جو تا اوج رو چند هزار کیلومتر راهی کو من 4 ساعت آمدم من همین سمالیات بلیت خریدم سمالیات این قنداش از الله چی با تو ایس چه خیلی رفتی بچم که این خدار دیری بعد رسیدی ایس ایس پویس خیلی رفتم پویس خیلی باور که 4 سوکه رفتم چوه این قدر دیر آخه من همه ایجا برامدن با این در ازبکستان با این شفی پویس چی کاره داشته قطعی وای چاق اوج برامده که با ترکمنستان برامده پیشمون او ترکمنستان با یکم هم خدمت دیگه داشته چی داشته او قطعی تو چاق کرد تا او صحبتاش تمام شد تا گپاش بود شد با ایجا استبس نکردیم همه قزاقستان برامده او بچه یک قد مسکوه نرفت نه هم که به حضور بده میگه مهمونی رفته سر قزاقستان هم با اون جمع هم خدمت داشته با یکی به بهانی همو خم خدمت خش دوبار خبر گرفته گشته یا خاک چه میکنه و چند روز رسیده 4 روز نه او طرف چی اسمالیات قطعی آمده نه اسمالیات او طرف چند روز آمده بچم یه روز نه 4 ساعت وی
اسم یوخی همی آخه ما تا رعکی کردیم تا چاینیکار تماشا کردیم رفتیم رسیدیم کی آخه تام آمدی رفتیم کی ما تا آمدگی 4 ساعت چوه که آوسو 4 ساعته ای گپ پیلوچ ها همینی ها و نه خش تبار بازی کرد وا نه یگان جا از صناف کرد نه خانی یگان هم خدمتش در اومد ها همین راست تاجیکستان اومد خنداشو بزنم نه در 4 ساعت یکی اوس راه قریب تر باشه آیا سرح نیشه اونو بود بچم نه از صناف که نکرد یگان جا نیستاد با همو مرده که خوب دایلوچی غمی همو که پاساژیر خوب خنده شدن باور کنی با اونو بای بلیتش چند سوم خریدی بلیت چند ها بلیت شونه که قیمت خریدم بلیتش قیمت برای همین 4 ساعت برای 4 ساعت قیمت خریدم کاش که همین قپل دم بلیت سملات نمی خریدم 4 ساعت همین خودم پیاده میومدم هم آخی